به این ویدیو خوب دقت کنید. این آینده ما و بچه‌مونه، زندگی که با هوش مصنوعی برای ما ساختن. به نظر راحت میاد و خبری از کار سخت نیست، ولی دیگه به صورت کامل ما تحت کنترل اوناییم. این تیکه‌ای از فیلم وال-ایه که آینده انسان‌ها و هوش مصنوعی رو به خوبی نشون میده. شاید الان با این مخالفت کنید، ولی بذارین یک چیزی رو بهتون بگم. هوش مصنوعی از طریق فضای مجازی اومده و با این که اولشه خیلی از کسب و کارها رو نابود کرده و خیلی از مردم رو درگیر خودش کرده و تا جایی ادامه پیدا میکنه که دیگه همه کسب و کارها از بین میره و هوش مصنوعی جای انسانها رو در کارها میگیره. ایلان ماسک در مورد این اتفاق گفته که زمانی که هوش مصنوعی تمامی کارها رو دست بگیره، تقریبا همه چیز رایگان میشه. حالا چطور این اتفاق میفته؟ اول از همه هوش مصنوعی از کارهای کوچیک مثل تمیزکاری و کارهای کوچیک دیگه‌ای که نقش مهمی در سلامتی مادر رو میگیره و کم کم به کارهای سنگین‌تر رو میاره و ما هر ساله کارهای کمتری انجام میدیم، چون یکی رو داریم که رایگان بهتر از ما کار میکنه و در آخر عاقبت ما تبدیل میشه به اینها، نسل غولاسا. و اونجاست که به این جمله میرسیم: تناسب اندام واحد پول آینده است. به نظر شما این اتفاق خوبه یا بد؟ توی کامنت ها بگید.